فلیقاتل فی سبیل الله، باید جهاد کنه در راه الله. جهاد هر کس کرده نمیتونه. جهاد کس کار داره. جهاد کسی را کار داره که او اهل باشه. جهاد کسی را کار داره که او ارزش های دنیا را زیر پای میکنه، در مقابل ارزش آخرت هیچ ناچیز میدانه. بیلدینگ، مال، دارایی، اولاد، زن، فرزند، همه را در مقابل محبت دین الله هیچ چیز نمیدانه. هیچ چیز نمیدانه. میگه رضامندی الله سبحانه و تعالی حاصل شوه، دیگه همه چیز دگور. همه چیز دگور. جهاد هر کس کرده نمیتونه تا کی تو انگیزه نداشته باشه. کدام مردم باشه؟ مجاهدین باید کدام مردم باشه؟ الذين مردما یشرون الحیات الدنیا، که میفروشن زندگی دنیا را، بالآخرت، در مقابل آخرت. کل مال متاع زندگی دنیای خدا قربان آخرت میکنه که رضای الله برم حاصل شوه. ایره جذبی ایمانی میگه. ایره اخلاص در راه الله سبحانه و تعالی میگه. برای اعلای کلمت الله یادم از همه چیز خود تیر است. عشق آخرت ایره واداشته با ای که دیگه ای کش و فش مال متاع دنیا در نظرش هیچ است، هیچ برش معلوم نمیشه. بله، خب امین نکته را در کردن، امین محبت و عشق آخرت در قلب انسان جا گرفتن و بعد از او در مقابل تمام ناز و نعمت دنیا ای برش ناچیز معلوم شدن، ای علم میخواه، بی علم نمی باشه. بی علم نمی باشه. اگر کسی جهاد میکنه، مبارزه میکنه، بی علم نمیتونه. سرچشمه تمام افتخارات و کمالات علم است. علم است که انسان در اون نقطه میرسانه که آل مال و متاع دنیا برات معلوم نمیشه. واقعیت همونطور است. زندگی اسلاف مطالعه بکنی. صحابه در صدد یزی نبود که درخت خرما دارم بعد من امروز در جهاد نرم بان که بیچنو میره. ولا تلقوا بیدیکم الی التهلکه. آیت آمد وقتی که یک کمی تمایل از صحابه پیدا شد برای رونق دنیا. مجاهد هر کس شده نمیتونه. الذين در راه الله جهاد میکنه برای اعلای کلمت الله، او کسانی که یشرون الحیات الدنیا، میفروشن زندگی دنیا را، مال، متاع، ناز، نزاکت دنیا را، رونق دنیا را، بالآخرت، در مقابل آخرت. و من یقاتل فی سبیل الله، اینطور کسی که در راه الله مبارزه میکنه، مال متاع دنیا مد نظرش نیست، نمیخواه که مردم برش طوفان و قماندان بگویه، نمیخواه که در کدام منصب برسه، پاچا شوه، وزیر شوه، وکیل شوه، مردم در پشت سرش روان شوه. هیچ چیز نمیخواه. آخرت خواسته. الله نتیجهش چی اعلان میکنه؟ این مردم کدام مرد است؟ ناکام است؟ نه. و من یقاتل فی سبیل الله، هر کسی که باشه، در هر نقطه که باشه، اینطور نگفته که فلانی قوم باشه، هر کسی که یقاتل و جنگ میکنه، جهاد میکنه، فی سبیل الله، در راه الله سبحانه و تعالی، برای اعلای کلمت الله، اینه بی هدفش است. خلاص. فیقتل، کشته میشه، او یغلب، یا غالب میشه. در دو صورت آدم مرتبه را برده، میدان برده. فسوف نوتیه، الله میگه زود است که بدیم به آدم. اگر غالبم شده باشه، غنیمت گرفته، غازی شده، نه، این چی نعمت است؟ فسوف نوتیه، زود است که بدم برش به هر کدامش، اگر او کشته شده، اگر او غالب آمده، اجرن، اینطور پاداشی که عظیم، بزرگ است، حد و نهایت نداره بجز از الله سبحانه و تعالی. حد و نهایتش به کسی معلوم نیسته. اونجا این کامیابی بزرگ میگه. خب این کامیابی بزرگ لایق هر ناکسا نمیشه. این کس میخواه، کس تمرین شده، در قلبش محبت الله جا گرفته. نه محبت مادر مانیست و نه محبت اولاد مانی از این رفتن راه میشه. هیچ توجه به این نداره. دین الله پیش است. غنیمت خود نظرش هم نیست که من غنیمت حاصل شوه یا نشوه. مادر عزیز و گرامی، اگر کدام بیادبی، بیعزتی، بیعفتی از دست ما شده باشه در مورد حق شما، مرا کاملا مورد عفو و بخشش خود قرار بدیم. الله جل شانه مرا ببخشه و عفو کنه و نتونستم کامل حق شما را ادا بکنم و الحمدلله به فضل الله متعال و به زحمت‌های مخلصانه شما و به دعاهای شما
الله متعال توفیق داده که یک عمری را در راه دعوت حق تیر کردم و به دعا و تربیت شما الحمدلله الله متعال به من این سعادت را نصیب کرد که در میدان جهاد و خلافت اجرت کردم و حالا از شما میخوام دعا کنم که الله متعال شهادت نصیب ما بگردانه و به من توفیق بده که ان شاء الله خود استشهادی کنم و تک تکشون در راه دین الله و شریعت الله متعال محافظ بشه. مادر و فرزندان عزیز هم شما را دوست دارم و واسطه رضای الله متعال و حق دوستی شما را بر من الله متعال واجب کرده و اطاعت شما موافق شریعت برای من جایز و عبادت است. اما چون الله را از شما زیادتر دوست دارم و رسول الله صلی الله علیه و سلم را از شما بیشتر دوست دارم و قرآن کریم را از شما بیشتر دوست دارم و همه برادران و خواهران مسلمانم که در زندانهای سوریه و عراق و لیبیا و فلسطین و تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان سربازای صلیبی و طاغوتی کفار و طواغیت به شکنجه و زولانه و ظلم و استبداد به سر میبرند. برای دفاع از حق آنها هجرت کردم و بیرون شدم در میدان جهاد و خلافت اسلامی الحمدلله. این کامیابی بزرگ میگن. خب این کامیابی بزرگ لایق هر ناکسا نمیشه. این کس میخواه، کس تمرین شده در قلبش محبت الله جا گرفته، نه محبت مادر مانیست و نه محبت اولاد مانی از این رفتن راه میشه. هیچ توجه به این نداره. دین الله پیش است. سؤالك سوف يرجع بالجواب طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب